بار دیگر درود میفرستم به بینندگان بینیت گرامی ما، آنهایی که این لحظه ها در آزادی ویدیو من شادو خوجه رو با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان تماشا دارم. ساعت به وقت پراگاده هست و چون همیشه در همین ساعت ما برای شما تازه ها رو میگویم از تاجیکستان و جهان و بازم دعوت میکنیم از یکی شما که بعد از 3 ساعت دیگر در همین جا در آزادی ویدیو برنامه خبری رو در پخش مستقیم منتظر باشید که فراگیری موضوعهای روز است. و البته امروز در برنامه خبری ما درباره حادثه‌های اخیری که در خراسان گذشتن برای شما خواهیم گفت. دقیق‌ترش دیروز برخی از ساکنان این منطقه که از سیل ضرر دیده بودند در چند روز اخیر به کوچه ها برآمدند و راه را بستند به خاطر آنکه برای رسیدگی به مشکلاتشان حکومت به آنها کمک کند. و طور خبرنگاری ما در منطقه میگوید امروز نمایندگان حکومت با مردم ضرر دیده اینجا صحبت کردند، ولی متاسفانه همکاری ما رو به این جلسه راه ندادم. خب به هر صورت او چند تفصیلات دارد از این نشست، از این ملاقات و ما در برنامه خبری برای شما در این باره خواهیم گفت، از جمله درباره اون که وعده شده است به اون نفرانی که ضرر دیدند کمک کرده می شود در بنیاد خانه و همین گونه بعضی از ساکنان محلی گفتند که در پی اعتراض ساکنان آنجا که دیروز صورت گرفت دست کم 4 نفر رو بازداشت کردند. خب در این باره بعد 3 ساعت دیگر برای شما تفصیلات خواهیم داد. کمیسیای سه کشور تقدیر بیش از 900 مهاجران تاجیک و ازبک را که به امید باز کردن مرزها به ولایت سمر آمدند بررسی میکنند. خبرگزاری اینترفاکس پاولژی می نویسد قزاقستان و ازبکستان به هیئت کمیسیای شامل هستند که به مطرح نمودن مسئله مهاجران تاجیک و ازبک که در منطقه مرزی جمع آمدند مشغول می باشند. یک مصاحب این خبرگزاری گفته است در عین زمان رویخط این شهروندان ترتیب داده شده است و آنها تفتیش کرده می شوند. ستاد منطقوی برای به وطن فرستادن 936 شهروندان تاجیکستان و ازبکستان چاره میاندیشند. گفته می شود حجت‌های بود و بوش اکثریت این مهاجران در قلمرو روسیه به پایان می رسد. همه آنها فعلا در یک اردوگاه خیموی جا کرده شدند و با غذا و موادهای حفاظتی تامینند، گفته است این مسئول به خبرگزاری. ضمناً روز 17 می 379 شهروند قرقیزستان از مسکو به بشکک آورده شدند. سفارت قرقیزستان در روسیه گفت با یک پرواز چارتری 116 بیماری وزنین، 27 تن از نزدیکان بیماران، 8 معیوب، 38 نفقه‌خوار، 78 زن حامله، 77 شهروند با فرزندان نابالغ و 35 کسی دیگر که در هاستل یا خوابگاه‌های عمومی قرار داشتند به بشکک برده شدند. سفارت قرقیزستان گفت بیشتر از 1000 کسی دیگر در نوبت برگشتن به بشکک هستند. این افراد نیز از بیماران، زنان حامله، کودکان نابالغ و پیرانسالان عبارت می‌باشند. در سفارت قرقیزستان در روسیه گفتند که همه آنها دوم ماه می و ایون به کشور برده می‌شوند. سفارت اون کشور در روسیه خبر می‌دهد که سر از آخر ماه می پروازهای هفته‌ای چارتری بین روسیه و قرقیزستان به راه مانده خواهد شد. با بسته شدن مرزها 10 شهروندان تاجیکستان هم از جمله زنان و کودکان منتظر بازگشت به وطن می باشند و پیوسته از مقامات تاجیک درخواست تشکیل پروازهای چارتری رو میکنند. آخرین بار هواپیمای غیر نقشه‌ای سامان ایر برای آوردن مهاجران بند مانده تاجیک به روسیه آخر ماه مارت امسال صورت گرفته بود و حالا باشد درباره آوردن مهاجران تاجیک به وطن هیچ گپ و گزاری نیست. هرچند مهاجران در مراجعت‌های پی در پی خود به رادیوی آزادی از وضع بدشان در روسیه شکایت میکنند و میگویند منتظر آن هستند که کی مقامات به داد آنها نیز به مثل کشورهای دیگر میرسند. انتظار می رود که نقشه دعوت بهاری امسال جوانان به صف قواهای مسلح تاجیکستان در 2 روز آینده 100% اجرا شود. در این باره به رادیو آزادی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان معلومات داد. عارف جان نوزیمی میگوید به جز از ولایت سوق دیگر همه منطقه‌های کشور نقشه دعوت را پورا اجرا کردند. باید گفت که وزارت مدافع تاجیکستان هفته گذشته قسم‌های حربی زیر اطاعتش را به کرانتین فرا گرفته، از جمله وخوری والدان را با سربازان موقتا منع نمود، ولی صرف نظر از پاندمی کرونا ویروس معرکه دعوت بهاری جوانان به ارتش تاجیکستان قطع نشد. گذشته از این مثل دعوت‌های قبلی شکایت‌های زیاد طریق سربازشکار به ارتش جلب کردن جوانان جای دارد و ما در این اواخر چند
گزارشی نیز در این زمینه داشتیم. و باید بگم که بینندگان عزیز در رابطه با باز مراجعت های زیادی شما وابسته به سپردن یا نسپردن پول پتنت، امروز ما در برنامه خبری به این موضوع نیز داخل خواهیم کرد، از جمله درباره آنکه رئیس فدراسیون مهاجران روسیه کوژنف میگوید که الکی باید مهاجران به سپردن پول پتنت که به ماه ایون، یعنی به نیمه ماه ایون داخل دارد شروع کنند تا اینکه 16 ایون الکی پول سپرده شده پتنت در دستشان باشد. در عین زمان ما نواری داریم از کاربران رادیو آزادی از روسیه که میگویند متاسفانه آنها طول چند روز است که به نهادهای داخلدار مراجعت میکنند برای گرفتن پتنت و تمدید کردن رجیستراسیون خود، ولی در اونجا یک بی سر و سامانی هست و آنها نوبت پایی زیاد دارند، اما نمیتوانند که پول پتنت رو سپارند یا اینکه مهلت رجیستراسیون خود را درست کنند. در این باره ما یک مواد هم خواهیم داشت در برنامه خبری، امیدواریم ما رو همراهی خواهید کرد. عبدالرحمن عظیم فرمانده پیشین نیروهای مرزبانی و معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان در 70 سالگی درگذشت و او را 17 می در کلوب دفن کردند. نصیر عظیمов برادرزاده او به رادیو آزادی گفت که عبدالرحمن عظیمов سالهای اخیر از بیماری دل و قند رنج میکشید و در خانه شهر کلوب قرار داشت. همکارانش نقش فرمانده پیشین نیروهای مرزبانی را برای آغاز بیرون شدن سرحدبانان روس از مرز تاجیکستان و افغانستان مهم می‌دانند. عظیمov سال 2002 تا 2005 باعث فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان کار کرده است. از آن پیش باعث رئیس اداره امنیت ولایت ختلون و دبیر شورای امنیت تاجیکستان کار کرده، یک مدت معاون نخست وزیر و وکیل مجلس نمایندگان هم بود. در مقام سردار آموزشگاه عالی سرحدی سرریاست نیروهای مرزبانی هم کار کرده، سال 2015 بازنشسته شده است. گروهی از تاجران بزرگ کاروان شهر دوشنبه که از بزرگترین مکان تجارت لباس در کشور به حساب می رود، بعد 2 هفته بستن بازار می خواهند فعالیت خود را رسما ختم نمایند. تاجران میگویند در هراسند که با دوباره باز شدن بازار مقامات پرداخت انداز روزهای بیکاری را از آنها طلب خواهند کرد، بنابراین تصمیم گرفتند موقتا کار خود را قطع کنند. هرچند مقامات کمیته انداز و مسئولان بازارهای بسته شده میگویند انداز روزهای بیکاری طلب کردن نمی شود، ولی برخی صاحبکاران بر این وعده مسئولان چندان باور ندارند. به قول مسئولان بزرگ کاروان، با وجود آنکه پرداخت اجاره پولی و اندازهای روزهای بیکاری پیش بینی نشده است، الکی شماری از تاجران آمده از بازار پتنت خود را گرفته به مقامات انداز مراجعت کرده کارشان را قطع نمودند. نه تنها بخش از تاجران کاروان بلکه صاحبکاران بازارهای لباس فروشی دیگر منطقه‌های تاجیکستان از قبیل سوغد و ختلان نیز نگران میباشند که در صورت بعد از کشیدن کرانتین وضعیت تجارت و زندگیشان بد خواهد شد. تاجرانی هم هستند که میگویند از بانک‌ها قرض گرفته تجارت را به راه ماندند و بهتر است در چنین شرایط به آنها امتیازهای بانکی داده شود و یک مدت در پرداخت قرضهای بانکیشان تعطیل اعلان گردد. ولی بانک ملی تاجیکستان تا حال درباره اعلان تعطیل قرضهای مشتریان خبری رسمی نداده است و برخی مسئولان بانک‌ها قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که چنین امکان را ندارند. و وزیر معارف و علم تاجیکستان با صدور یک فرمان سپارش داده است که مزد مهنت و علاوه پولهای کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی نوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی در دوره موقتا بازداشتن روند تعلیم از جای کار اساسی پرداخت کرده شود. همچنین مطابق این فرمایش رخصتی مهنتی نوبتی آموزگاران و دیگر کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و تحصیلات عمومی نوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی طبق نقشه صورت خواهد گرفت. یعنی کارمندان آموزگاری مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی، آموزگاران صنف‌های ابتدایی و آموزگارانی که در اتستات ختم اشتراک نمی‌کنند از 15 می سال 2020 به رخصتی مهنتی نوبتی فرستاده می‌شوند. آموزگارانی که در اتستات ختم صنف‌های 9 و 11 وابسته می‌باشند طبق مقررات به رخصتی نوبتی فرستاده می‌شوند. یادآور می‌شویم که تاجیکستان از 27 اپریل در مکتب‌ها و مؤسسه‌های تا مکتبی تا 16 آگوست تعطیل اعلان کرده است. بینندگان عزیز، این چندی از خبرهای تازه بود که به سهم شما رساندم و من همه شما را یادتون نرود بعد از 3 ساعت دیگر در همین جا منتظر خواهم بود با گزارش‌های روز و جالب. سپاس میگم که ما را همراهی میکنید، با ما همکاری دارید و اگر بار دیگر یادآور میشم اگر نواری دارید، عکسی دارید و میخواهید که در اختیار رادیو آزادی بگذارید، پس طریق
طریق وایبر، واتساپ و تلگرام با ما تماس بگیرید. تا ملاقات نوبتی خدا نگهدارتون باشد و خود را احتیاط کنید.